جز ذات مقدس او پناهی نداریم. هرچه هست از اوست و هرچه خواهد شد هم از اوست و ما جز یک خدمتگزاری که باز هم توفیقش از اوست چیزی نیستیم و باید همه ما توجه داشته باشیم به این که ما خودمون چیزی نیستیم. هرچه هست اوست، هرچه هست اوست، هرچه هست اوست. اگر عنایات او نبود ما هیچ بودیم، چنانچه از ازل هم هیچ بودیم و بعدها هم از حیثیت خودمون هیچیم. منتها ما هیچ‌ها اشتباه داریم، خیال میکنیم ما هم یه چیزی هست و این یه حجابی است بین ما که امیدوارم خدای تبارک و تعالی این حجاب را بردارد و ما بفهمیم چی هستیم. اللهم ارنا الاشیاء کما هو. ارنا الاشیاء کما هو یعنی اون که هستند، که صرف تعلق به او هستند، او را نشان بده، که اگر او را نشان بده معرفت خدا حاصل میشه و اگر اون چیزی که ما همه در حجاب هستیم اون حجاب برداشته بشد، معلوم میشد که غیر از او کسی نیست و چیزی نیست و همه اشکالات در حجابی است که ما داریم. گمان میکنیم چیزی هست.